برای درست کردن شیرینی دانمارکی اول از همه کرمش رو باید آماده کنیم. آرد رو حدود 1 ربع روی حرارت کم تفتش میدیم، شکر رو اضافه میکنیم، آب دستور، گلاب دستور و وانیل دستور رو بهش اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم تا کرم ما درست بشه. میذاریم کنار تا سرد شه. شیر، شکر، تخم مرغ، زعفران و خمیر مایه رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم و وانیل با هم دیگه خوب مخلوط میشن. و بعد از اینکه خوب مخلوط شدن، آرد رو به همراه نمک طی 2 مرحله بهش اضافه میکنیم. مواد رو با لیسک با هم دیگه جمع میکنیم. بعد بهش روغن رو اضافه میکنیم و بعد از اضافه کردن روغن، خمیرمون که شکل گرفت 1 ربع بهش ورز میدیم تا خمیر لطیفی به دست بیاد و بعد از اون 1 ساعت بهش استراحت میدیم در دمای محیط. بعد از 1 ساعت خمیرمون رو به 2 قسمت مساوی چونه میکنیم و مجددا 10 دقیقه بهش در دمای محیط استراحت میدیم. بعد از 10 دقیقه میایم خمیرمون رو به قطر نیم سانت باز میکنیم به شکل مستطیل. با وردن همه جاش رو میکشیم تا 1 دست بشه و بعد از اون کرمی که درست کردیم و سرد شده رو داخل قیف میریزیم برای راحتی کار و به این شکل روی خمیر پایپ میکنیم. طبق فیلم خمیر رو از وسط برش میزنم، خمیر رو رول میکنم و به اندازه 2 تا 4 سانت برش میزنم. این سلیقه دیگه، خواسته باشین شیرینیتون کوچیک باشه کوچیک‌تر، خواسته باشین بزرگتر باشه طولش رو بزرگتر برش میزنیم. کف سینی رو میایم کاغذ نسوز پهن میکنیم و شیرینی ها رو داخلش میچینیم و حدود 20 دقیقه دوباره بهش استراحت میدیم در دمای محیط تا حجم 2 برابری بگیره و بعد از اینکه استراحت نهاییش رو انجام داد و روی اون رو باز تخم مرغ کامل میایم رومالش رو انجام میدیم و کنجد میپاشونیم. میره داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه تا دانمارکی خوشمزه ما آماده بشه. امیدوارم درست کنید و نوش جونتون کنید.